انگیزم مرد. آره خب مرد دیگه. وقتی حتی بلند شدن از تخت حس فتح اورست رو داره، وقتی ذهن همش میگه امروز نه فردا، میفهمی انگیزت دیگه نیست. و خب مرده رو که نمیشه زنده کرد. میشه؟ سلام به الانور، خوش اومدی. امیدوارم که همین الان جرقه یه حال خوب تو دلت روشن شه. تحقیقات روانشناسی نشون میده انگیزه یه حالت شیمیایی کوتاه مدت از ذهنه، نه یه ویژگی ثابت. مثل یه بچه لوسه، هر وقت حالاش میاد هر وقت نداشتم قهر میکنه. مثل وای فای میمونه، یه لحظه هست یه لحظه دیگه ممکنه نباشه. پس اگه حس میکنی انگیزه مرده، یعنی یه جورایی سطح دوپامین و انرژی بدن افت کرده. نه اینکه تو تنبلی، این اتفاق برای همه میفته. پس بخش اول پذیرشه. انگیزه مرده فعلا نیست، چون از همینجا داستان جذاب میشه. یه نکته رو خیلیا نمیدونن. انگیزه مثل بعضی شخصیت‌های فیلمه، میمیره اما دوباره یه جا گذرش به زندگی میفته. فقط باید راهش رو بلد باشی. خب اگه انگیزه مرده، وقت احیاشه. بذار 5 تا راه ساده ولی خفن بهت بگم که بتونی با اونا انگیزه مرده خودتو دوباره زنده کنی. اولین راه احیای انگیزه میدونی چیه؟ قانون طلایی 2 دقیقه. مغز ما از شروع کردن کارهای سخت متنفره، ولی تحقیقات دانشگاه MIT نشون میده اگه شروع یک کار کمتر از 2 دقیقه طول بکشه، مغز مقاومت نمیکنه. یعنی فقط بگو 2 دقیقه انجامش میدم. همین 2 دقیقه مغز رو فریب میده و بعدش میبینی داری ادامه میدی. انگیزه هم از داخل قبر میگه من برگشتم. دومین راه احیا اینه که بدنت رو روشن کنی. بدن بدون انرژی نمیتونه انگیزه تولید کنه. علم میگه یه حرکت سبک 5 دقیقه‌ای سطح دوپامین و اکسیژن مغز رو افزایش میده. پس قبل شروع فقط یه لیوان آب بخور و کمی حرکت کن. بدنت که روشن شد، انگیزه پشت دره. راه سوم احیای انگیزه اینه که هدف بزرگت رو به لقمه‌های کوچولو تبدیل کنی. مغز از هدف‌های بزرگ میترسه. طبق اصل دوپامین لوپ باید مغز رو با بردهای کوچیک تغذیه کنی. هدفت رو مینی کن. اگه هدف یه اژدهاست، تیکه تیکش کن تا تبدیل شه به جوجه‌های بامزه. جوجه ها رو راحت میشه شکست داد، اما شکست اژدها فکر نکنم راحت باشه. راه چهارم، محیط برنده بساز. محققا میگن محیط شلوغ 40% قدرت تصمیم گیری رو کم میکنه. پس اگر گوشی، تخت و حواس پرتی مثل زامبی دورته، انگیزه هیچ وقت زنده نمیشه. حتی 2 دقیقه مرتب سازی تمرکزت رو چندین برابر میکنه و شروع کردن رو ساده تر. بریم سراغ 5مین و آخرین راه که خودم خیلی دوستش دارم. عجیبه، ولی تو باید تا وقتی که انگیزه برگرده خودت جاش بازی کنی. بدن میتونه احساسات رو تقلید کنه. بهش میگن embodied cognition، یعنی وانمود کن انگیزه داری. بدن کم کم باور میکنه و انگیزه واقعا زنده میشه. حالا که ما تونستیم انگیزه مرده رو احیا کنیم، تو هم میتونی با یک کلیک این کانال رو زنده نگه داری. پس اگر این ویدیو برات مفید بود، لایکش کن و کانال رو سابسکرایب کن تا دفعه بعد که انگیزت مرد باز هم احضارش کنیم. بزرگترین چیزی که انگیزه ما رو نابود میکنه چشمانداز ما از شکست هاست. خب چه اشکالی داره شکست بخوری؟ دوباره انجامش میدی. کلی چیز ازش یاد گرفتی.
شکست رو یه وقتایی با بیکفایتی مرتبط میکنی و این حس شرم و خجالت بهت میده و باعث اهمال کاری تو میشه. حقیقت اینه که انگیزه همیشه نیست، اما تو هر دفعه میتونی خودت زندش کنی. با 2 دقیقه شروع کردن، حرکت، هدفهای کوچیک و محیط مرتب. اینو یادت نره، استمرار داشتن نتایجی رو برات خلق میکنه که باعث میشه انگیزه بیشتری هم داشته باشی. یعنی انگیزه از عمل کردن میاد، پس منتظر حال خوب نمون. تو خودت احیا کننده‌ای، مرده رو زنده کن و ادامه بده. امیدوارم تا ویدیوی بعدی کلی اتفاقای خوب رقم بزنی. ممنونم از حضورت.